بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و شما از پاداشی نیک محروم نشوید. امروز برای شما ما اذکار یا که ذکرها، اذکاری بیگاهی و پگاهی را پیشکش میکنیم. اذکاری بیگاهی و پگاهی ای ذکرهای بیگاهی و ذکرهایی که صبح میشوند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ذکرها را میگفت وقتی که صبح میشد و وقتی که بیگاهی میشد. این ذکرها برادرای گرامی خیلی فایده بخشی هستند برای مسلمان. این ذکرها را بگویید، به از سنت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هستند. این ذکرها خیلی ذکرهای گرانبهایی هستند و خیلی ذکرهایی که در ترازو روز قیامت خیلی سنگین و وزنین هستند و به سبب این ذکرها الله عز و جل تو را در همون روز از همه بدی ها نگه می دارد. چی نمودی بدی نباشد، از بدی فتنه ها چی نمود فتنه نباشد. بدی آدمی زاد است یا که بدی شیطان است چیزی نباشد. برای این ذکرها را از یاد کنید برادرای گرامی و هر پگاهی و بیگاهی تکرار کنید. و در مسئله این ذکرها در وقتش اهل علم اختلاف کردگی هستند و چه که الله عز و جل سوره طه 130 آیت می فرماید که وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. الله عز و جل می فرماید که پیش از برآمدن آفتاب، یعنی که از وقتی صبح صادق دمیدن بعد نماز فجر بگیریم تا آفتاب برآمدن، همون اذکار صبح میگویی، یعنی که اذکار صبح از وقتی بامداد سر می شود تا وقتی چی آفتاب برآ، این وقتی بهترش از برای گفتن همون اذکار. یکی انسان اگر دیر کرد هیچ باکی ندارد که تا پیش از پیشینم بگوید، اگه باکی ندارد. همه خیلی دیگر و اذکار یا که ذکرهایی که بیگاهی میشوند از بعد نماز عصر تا نشستن آفتاب، یا که اگر انسان دیر کرد هیچ باکی ندارد. اهل علم گنگ تا شب هم بگوید اگه باکی ندارد. چخلی که الله عز و جل گفته میفرماید پیش از برآمدن آفتاب و پیش از درآمدن آفتاب پروردگارت را تسبیح بگوی و او را سپاسگزاری کن. برای همین وقت برای شما بیان کردیم یکم ذکری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفت، خیلی در حدیث صحیح امام مسلم آمده است 2723 از عبدالله بن مسعود روایت می شود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، ما اول همون ذکر میگیم برای شما از یاد کنید، به عربیش میگیم. میگه که کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا امسى قال، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که بیگاهی می درآمد، یعنی بعد عصر می گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفت امسینا و امسى الملك لله. امسینا یعنی که ما روز گذشت و بیگاهی شد. این همچون در وقتی بیگاهی میگویی، وقتی بیگاهی شد امسینا میگویی و امسى الملك لله. اگر پگاهی باشد میگیم که اصبحنا و اصبح الملك لله. اصبحنا ای کلمه صبح، ای صبح شد. خلاص از میگیم به چی؟ به زبان عربیش را ازاد کنید. امسینا و امسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. اگر چی باشد؟ صبح باشد میگویی که ربی اسألك خیر ما فی هذا اليوم و خیر ما بعدها و اعوذ بك من شر ما فی هذه الليله. شب اگر روز باشد میگویی که اعوذ بك من شر ما فی هذا اليوم و شر ما بعدها. ربی اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. این همون ذکر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت. از ما شرح میتیم برای شما همین ذکر. چخلیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید از ابن مسعود اذا امسى قال، ای وقتی که بیگاهی میشد میگفت، ای در همین کار پیغمبر مداومت میکرد. اذا امسى، هنگامی که بیگاهی شد پیغمبر میگفت. چی میگفت؟ میگفت که امسینا و امسى الملك لله. گفتیم اگر پگاهی باشد میگه اصبحنا و اصبح الملك لله. میگه که امسینا چی؟ ای ما روز را بیگاهی کردیم. روز بیگاهی شد به چی؟ ای زنده ماندیم به فضل الله عز و جل. ای امسینا و امسى الملك لله والحمد لله. در اینجا چی میگه؟ میگه این بیان حالی گوینده است که در آمد وقتی بیگاهی و ما دانستیم که ملک، دارایی، همه چیز
و سپاس و شکر و حمد تنها برای الله است، نه به غیر الله. پس ما یعنی از تو کمک میخواهیم و تو پناه میبریم و خاص عبادت و پرستش و ستایش را برای تو میگوییم و شکر، همه شکر برای تو است. انسان وقتی که همینا را میگه همین معنای همین را دارد. والحمد لله، سپاس ذات راست که ما را زنده ماند تا وقتی که بیگاهی شد. بعد در اینجا کلمه شهادت میگه الحمد لله لا اله الا الله، ای نیست معبودی بر حق شایسته عبادت مگر الله، وحده لا شریک له، تنهاست و شریکی ندارد. شریکی ندارد در چی؟ در ربوبیتش، در الوهیتش، در نامها و صفتاش و نه در افعالش. بعد با چی میگه؟ له الملک و له الحمد، برای او ملک است، دارایی همه چیز است و برای او شکر و حمد و سپاس است و همه آن چیزی که در جهانی هستی است از اوست. او متصرفی همه کائنات است، چرا برای او قدرت کامل در دست اوست. و هو علی کل شیء قدیر، و او به همه چیز تواناست. انسان باید ایمان داشته باشد که الله به همه چیز تواناست. شک کرد از دین خارج می شود. در قدرت الله شک کرد که به یک چیز او توانا نیست، در حال کافر می شود. بعد پیغمبر چی گفت؟ اول از همین راه و روش پیغمبر همین است که پیغمبر صلی الله علیه و آله اول ستایش میکرد الله، در وقت دعا کردن ستایش میکرد و ثنا میگفت الله، بزرگ میشمارید، با شکوه میدانید. بعد اون دعا میکرد. اما وقتی که باید دعا کنیم در دعای خودمان اول باید چی؟ الله با شکوه و ثنا و ستایش بگوییم، شکر و حمد بگوییم. بعد اون با پیغمبر صلی الله علیه و آله درود فرستانیم، بعد دعا کنیم. در اینجا پیغمبر چی میگه صلی الله علیه و آله؟ اول ثنا و ستایش میگه، الله بزرگ میشمارد. بعد اون چی میگه؟ ربی اسألک خیر ما فی هذه اللیله. بعد دعا میکرد برای خودش. چی میگفت؟ پروردگارا من از تو یعنی خیر و بهبودی که در همین شب است از تو میپرسم، یعنی بهبودی همین شب را از تو میپرسم، خیر همین شب را و خیری آن چیزی که بعد این می آید، بعد همین شب. و اعوذ بک من شر ما فی هذه اللیله و شر ما بعدها. اگر روز باشد، صبح باشد، میگوی که پروردگارا من از تو میپرسم بهبودی و خیری همین روز را و خیری بعد همین روز. همین خیلی دیگر میگوی پناه میبرم به تو از بدی آن چیزی که در همین شب است، یا که از بدی آن چیزی که اگر صبح باشد از بدی آن چیزی که در همین روز است و بدی آن چیزی که بعد آن می آید. ای از تو میپرسم چی نصیبی از خیر برای من در همین شب است، از تو میپرسم، و از نیکی و خیری که بعد اون می شود، ای آن چیزی که رخ می دهد در همین شب از عبادت ها، آنی که ما را امر کرده است الله عز و جل. و پناه بردن از چی؟ از همه بدی هایی که می شوند، چی نمود فتنه و چی نمود بدی نباشد، تو پناه می بری به چی؟ از همون بدی ها به الله. پس باز پیغمبر صلی الله علیه و چی می گفت؟ و اللهم اینی اعوذ بک من الکسل. پیغمبر چی میگفت؟ ای الله هر آینه من پناه میبرم به تو از چی؟ از تنبلی. از تنبلی چی؟ از تنبلی که به همون تنبلی مرا به چی میبرد؟ به ترک کردن آن چیزی که برای من واجب است، که او را من باید ترک نکنم، باید ادا کنم. از بدی، از تنبلی که مرا به ترک کردن عبادت ها میبرد، از همون از چی نمود تنبلی نباشد پناه میبرم. و باز پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که سوء الکبر. و از چی پیغمبر پناه میبرد؟ از چی؟ از بدی کلانسالی، یا که از بدی پیری، یعنی به همون سنی کلانسالی رسیدن. برای چی؟ برای که وقتی که انسان سالش به چی؟ به پیری میرسد، یا که به کلانسالی میرسد، کلانسالی او را به چی میبرد؟ به سستی در بدن و رفتن قوت. و از کلانسالی چی بدی دارد؟ المراد در اینجا به همون بدی کلانسالی، یا که پیری، آن چیزی که پیری به انسان چی میارد؟ عقلش کم شدن، فراموش کردن آن چیزی که حالش بد می شود. از بدی کلانسالی پیغمبر پناه می برد به الله. باز پیغمبر صلی الله علیه و آله می گفت که اللهم انی اعوذ بک من عذاب فی النار. پناه می برم به تو ای الله از عذابی در دوزخ. و می گفت چی؟ پناه می برم به تو از عذابی در قبر. برای چی؟ برای بزرگی امر هندو، یکی عالمی برزخ
یکی روز قیامت. آتش در روز قیامت است. قبر عالمی برزخ است. برای قبر یکم منزله از منزله های آخرت است. کسی که از یکم منزله آخرت نجات یافت، پس بعد اون برای آسانتر می شود. اما آتش خیلی عذابی دردناکی است و سختی است که یگان عذاب برابری او شده نمی تواند. همین دعای پیغمبر میکند و همین اذکاری که میگوید، این همچون برای امت یک درسی هست که از این ذکرها فایده برد انسان، هم در دنیاش و هم در آخرتش. این ذکر پیغمبر صلی الله علیه و یک بار میگفت، یک بار پگاهی بعد نماز بامداد، دیگر بار بیگاهی بعد نماز عصر تا شام. باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم ذکری دیومه که به شما را پیشکش میکنیم. این ذکر از ابی هریره روایت می شود. حدیث امام ترمذی روایت کرده است، 3391 حسن است، حسن صحیح. که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم از ابی هریره روایت می شود، می فرماید که هنگامی که برای یکی از شما وقتی صبح در آمد، پس بگوید اللهم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بیک نموت و الیک النشور. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار حرصمند بود برای امتش که آنها را بیاموزاند آن چیزی که برای آنها سود میبخشد و فایده میبخشد و آگاهی دهد و برحذر کند آنها را از هر یک چیزی که به آنها ضرر میرسد. تصور میکنید که چقدر پیامبر دلسوز رحم دل برای امتانش است. خیلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که میگفت اذا اصبح، ای هنگامی که وقتی صبح می شود، صبح می دمد بعد از خواب خیستن، پیامبر می گفت که اللهم بک اصبحنا، ای الله، ای هنگامی که صبح می درآمد، ما شب را صبح کردیم در نعمت تو و در حفظ و حمایه تو که ما را فرا گرفته است و حرکت میکنیم به حول و قوت تو و از یک حال به حال دیگر یک تغییر میابیم به خواست و اراده و قدرت تو و بیک امسینا، حتی که روز را شب کردن ما به قدرت تو است و به خواست و اراده تو است و بیک نحیا، ای بنام تو ما زنده میشویم و بنام تو ما میمیریم، ای حال ما بر دوام میماند به همین حال در همه وقتها. باز پیغمبر چی میگفت؟ و الیک النشور، و الیک، ای بسوی حکم تو و داوری تو برمیگردیم، ای برانگیخته میشه امروز قیامت. و الیک النشور، اگر که بیگاهی باشد میگویی که اللهم بیک امسینا و بیک اصبحنا و بیک نحیا و بیک نموت و الیک المصیر. فرق و الیک المصیر میگویی، صبح میگویی و الیک النشور، بیگاهی کشید میگویی که شب کشید میگویی و الیک المصیر. این بود دویم ذکری که برای شما پیشکش کردیم از ذکرهایی که پگاهی و بیگاهی هستند. با فکرم خلاصه کرده بگوییم برای که از ذکرها و دعاها بسیار هستند. هر درد تایی دعا پیشکش میکنیم ان شاء الله و فیلم بسنده است. برای زیادی بد نشود، بعد همین دعا را از یاد کنید. مثلا هر وقت برای شما همون در هر یک درس دت سیتایی همون اذکار رو میبریم، ترجمه میکنیم برای آزاد کردنش آسان تر شود. از دعای خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.